زمانی که بنده جمونگ داشت پخش میشد، جمونگ 1 پخش میشد، مقاله رو نوشتم که شاید باشه این صدا و سیما مثلا به راه راست هدایت بشه، که نشد. 2 و 3 هم تو راهه، 2 که پخش شد، 3 هم فکر کنم تو راهه. خدمت شما عرض بکنم خوب عنایت داشته باشید. این جناب آقای جمونگ رو، این فیلمنامه‌اش 2 نفر فرانسوی یهودی نوشتن به صورت کاملا اتفاقی. و جالب اینجاست اصلا خود ماجرای جمونگ در تاریخ کره 4 خط بیشتر نیست. من خدای آسمان با ننه زمین ازدواج کرد، کماندار نمیدونم چی زاده شد، اسم جمونگ بود. گشتن اسمایی رو انتخاب کردن که به بهترین شکل با ادبیات اینا جور در میاد. جو یعنی چی؟ یهودی. مونک یعنی راهب، کاهن یهودی. جولبون، لبنه، لبنان نه ها، لبنه. در تورات برید سرچ بکنید، لبنه اسم یکی از مناطقی است که اینا تصرف کردن. همین لبنان الان میشه، حالا بعداً لبنانیان، این به قول یه نون اضافه شد بعداً بهش. اما لبنه، جولبن، جولبون. آقا کاری نداره، ول کن، اینا بخوام بگیم زیاده. از یه رودخانه شبیه به حضرت موسی اینا رو عبور داد، گفت اینم چوسان ارض موعود، خالی مال شما. آقا به یک باره بچه جمونگ پیدا شد، یوری. ایشون هم پیدا شد. عزیزم داره 10 سبت برات میسازه، کجای کاری؟ یوری هم پیدا شد. حاج خانم سوسانو تا دیروز همدوش با جمونگ داره میچنگ، یوی قاطی کرد. گفت جمونگ، گفت جانم. گفتش که عزیز من، این بچه‌های من با بچه‌های تو نمیسازه. من با 2 تا بچم میرم به سرزمین جنوبی، 2 سبت ما، درسته؟ شما باش به عنوان 10 سبت. آقا سوسانو رو فراموش کن، از جمونگ 1 به بعد آخرش و 2 و 3 اینا باید ببینیم که این 10 سبت کجان. این جناب آقای جمونگ این سرزمین چوسان رو از امپراتوری هان گرفت. امپراتوری هان کجا بودن؟ چین بودن. و به صورت کاملا اتفاقی است عزیزان که یک باره چین در مسئله اقتصادی قدرتمند میشه ها. نه فدای تو بشم من، نه عزیز دل من، تمام شد. آمریکا تمام شد. شما به چشم خودتان زوال آمریکا رو خواهید دید، فروپاشی رو. ببینید کی بهتون گفتم امروز گوش کنید، امروز قدرت اقتصادی رو چین به دوش خواهد کشید و شما به صورت اینجوری اتفاقی نیستش که چین شده قدرتمند اقتصادی. 1.5 میلیارد نفر کارگر مفت و مجانی جانم. رو ماهی بابت 12 برید مستند بیلو چاین رو ببینید، بابت 12 ساعت کار تو روز 20-28 دلار حقوق میگیرن بندگان خدا. 30,000 تومان نهایتا بابت 12 ساعت کار در روز، تو یک ماهش میشه 30,000 تومان. ببینم شما فکر کردی شرکت نایک رفته چین؟ نه عزیز من، اون رئیس شرکت عوض نشده، بلکه کارگران دارن ارزون تر میسازن. ببینم میتونی با چین رقابت کنی؟ عمرن کار پدرت هم نیست، الا اینکه مرزاتو ببندی. آقا باز شدن مرزها به روی کالاهای چینی به زعم به نظر بنده، به عنوان استاد دانشگاه میگم خیانته. ببندید مرزها رو، ببندید که احد الناسی نمیتونه با چین رقابت بکنه. کمر امریکا رو شکسته، کمر اروپا رو شکسته. آمریکا عزیز دل من، در مورد چین اگه وقت بشه بعداً باید بحث بکنیم. تو نقد فیلم 2012 این کشتی رو چرا چینی‌ها ساختن؟ جریان این بود. خدمت شما عرض کنم تو اونجا مفصلاً بحث خواهیم کرد. اما آمریکا چی؟ آمریکا نقش فرهنگی خواهد داشت. هالیوودش خانم هیلاری کلینتون اومد گفت حاضریم بچهای راهنمای دبیرستانتون رو بگیریم، مفتی پرورششون بدیم، بهشون درس بدیم، دوباره بهتون پس بدیم. فلان فلان شده، آشا چه ابرومون شده. راهنمایی، استراتژی اغوا. تو ببینم تو مخ اون بچه دیگه تمامه. به یک باره خانم آنجلینا جولی دوره افتاده بنده خدا. همین کشوری که آمریکا رفته یه فاتحه خونده داره ماسمالی میکنه. رفته اول پاکستان، افغانستان، عراق، رفته تونس، لب مرز لیبی که بتونه از اون آواره‌های لیبیایی. نمیدونم که ایران میخواد بیاد. حالا این که نیاد لااقل جنیفر بیاد. اونم نیاد، نمیخوایمش. گور پدرش، چون پول بیمه‌شو نداریم بدیم. خب سرتون رو درد آورد.